خب امروز اومدیم درآمد سه تا از بزرگترین یوتیوبرها رو ببینیم، رزمی، زولبیو و تیمسار که یکی از بهترین یوتیوبرهای ماینکرافت هستن. خب اولیش زولبیوست، ایشون 298 میلیون ویو کل داره. ما رو هم رفته 1,440,000 ویو لانگ داره که اگه تخمین بزنیم هر 1000 ویو بشه $3. یه چیز حدوداً میگیریم که شورت ویدیوهاش براش 2 میلیارد سود داشته، 2 میلیارد و 600 در لانگ ویدیوهاش هم که حساب نکردیم ولی اونا رو هم داشته. خب رزمی 89 میلیون ویو کل داره. من حساب کردم 151,000 ویو لانگ ویدیوهای رزمیه و اگه بخوایم یه حساب کتاب ریزی هم بکنیم با $90 ما کل این ویدیو رو حساب کردیم. ما اگه بخوایم یه حساب کتاب ریزی هم بکنیم از چت جی پی تی کمک میگیریم و میبینیم که ایشون 800 میلیون فقط از شورت ویدیوهاش سود داره و لانگ ویدیوهاش هم حساب نکردم ولی اون هم سود بسیار بالایی داشت. خب بعدی تیمسار حدودا 31 میلیون ویو کل داره که بیشتر اون از ویو لانگه. خب میشه گفت که 5 میلیون از این ویوها ویو شورت ویدیوهاشه و 25 میلیون لانگ ویدیو که براش 7 میلیارد میفته و $431 از شورت ویدیو. اما نکته که باید آخر ویدیو اعلام کنم این خیلی مهمه. ببینید دوستان، این یوتیوبرها پول زیادی شد، یعنی میشه گفت یه درصدی شو برای شرکت های فقط پرداخت میکنن. حالا تیمسار که ایتالیا هستن اون زیادی مشکل رو نداره ولی یوتیوبرهای ایرانی مجبورن یه درصدی شو به شرکت هایی بدن تا اون پولو بهشون برسونه از خارج. و اینکه وقتی این یوتیوبرها مثلا تیمسار یا زولبیا یا رزمی شروع به کار کردن دلار مثلا 50 تومن، حالا 20 تومن که نه ولی 50 تومن، 60 تومن، 30 تومن روی این قیمت ها بوده و دلار ارزون تر از الان بوده. پس نمیشه گفت 800 میلیون یا 2 میلیارد ولی میشه گفت مثلا زولبیا حداقل بخوام حساب کنیم 1 میلیارد و 500 میلیون درآمد داشته و رزمی هم حداقل 400 میلیون تومن درآمد داشته و تیمسار هم که اونجا ایتالیا زندگی میکنه، حالا درآمد یوتیوب هم که نباشه با زندگی خودشو میچرخونه. خدا نگهدار.